وقتی که انسان عملی صالح کرد در قیامت در نزد خداوند یعنی جواب داره، در نزد خداوند ثواب داره، در نزد خداوند اجر و پاداش اخذ میکنه، رضای خدا را اخذ میکنه، حساب قیامت چه خلاص میکنه، پروردگار داخل جنتش میگه. و این خاطر رب العالمین میگه که هر انسانی که عمل صالح کرد با فایده خودش کرده است. ای نماز خواندگی تو یگان کسی که فایده نمیده برادر عزیز، ای روزه گرفتگی تو، ای زکاتی داد، فقط خودت فایده میکنی، فایده برای نفسی خودت. اما و من اساء فعلیه، کسی که کاری بدم انجام داد، گناه کرد، نافرمان برداری کرد، خدا را اطاعت نکرد، به ضرر خودش کرده است. ای گناهی ما یگان شخصیت دیگه ضرر نمیبینه. هم ایشم دو نوع تفسیر کردن، یعنی نوعش گفتن هم ضرری دنیوی، در اصل گناه حیات انسان را بی برکت میگردن. گناه دوستای خدا یعنی تعبیر میکنن، میگن گناه هم یکی گویا از خدا یک قدم دور شدی، ای خدا یک قدم قفا گشتی، قدم یعنی یک اندک ای خدا دور گرداندی. وقتی که انسان ای خدا یعنی یک مقدار اگر دور شوه، ای خوبی ها دور شده گه. دوری ای خدا یعنی ای خوشی ها دوری، ای برکت ها دوری، ای عزت و حرمت و فضیلت و شرافت و کرامت و بخت و سعادت دنیا و آخرت دور شده. وقتی که انسان عملی گناه انجام داد، خوش ای خدا یک مقدار دور کرد، ای خوبی ها دور کرد. کی ضرر میدیده است؟ خود شخصیه. حتی حدیث قدسیه که رب العالمین میگه که این وجدتنی وجد کل شیء. رب العالمین میگه اگر عبادت بندگی من اگر یافتی، پیدا کردی و من نزدیک شدی، همه خوبی های دنیا و آخرت ای خودت کرده، فایده کردی که دنیا و آخرت در اختیارت گردونده. نه که و این فقط تنی فقط کل شیء، اگر من گم کردی، ای من دور شدی، ای من رو گردوندی، گناه کردی، همه یعنی خوبی و نیکی را ای دست داد ضرر. و این خاطر رب العالمین میگه که هر انسانی که یک کاری گناه و بد انجام داد به ضرری خودش کرده است. ای گناهی من شما برادر عزیز یگان کسی دیگه ضرر نمیبینه. حتی نیتی بد میکنیم یا غیبت میکنیم که همه اینها حرام هستند، یعنی به نص قرآن حرام شدن. وقتی که یک کار اینا غیبت، تهمت، منت، طعنه را دشنام وقتی ما انجام میدیم، خب او انسانی که ما نسبت به او بدبینی داریم و یگان ضرر نمیکنه. مثلا غیبت ها، یک کس غیبت میکنی، ای غیبت تو فایده میکنه. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه میگه که من یکمش که غیبت نمیکنم، میگه اگر غیبت کنم پدر و مادر خود ما غیبت میکنم. و چی خاطر؟ کسی را که غیبت کرد در نامه اعمال ثواب نوشته میشه. کسی را طعنه زدی، کسی را منت کردی، در نامه اعمال او ثواب نوشته میشه، در نامه اعمال فکر. یعنی خود انسانیت ضرر میکنه. جای دیگه هم رب العالمین میفرماید که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. هر انسانی که به اندازه یک ذره اگر عملی خوب میکنه، هم در دنیا هم در آخرت فایده او را میبینه. البته اکثر مفسرها آخرت چی کردن که در آخرت خداوند در برابر عمل خوبش، عمل صالحش اجر و پاداش ثوابی بزرگش میگه، جنت در اختیارش میگردن که جنت خریده نمیشود. پس میگه یک گشتی دنیا، یک گشتی جنت، یک گشتی که در قصرهای جنت هست، همه قیمتی های طلاها و مثلا بایگری های دنیا قیمت هست. در برابر انم یک عمل صالحش خداوند انم خوبی جنت، هم قیمتی های جنت رو در اختیارش میگه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. و اندازه یک ذره، ذره گفتن مفسرها میگن که گردی افطاری که دیدش نمیشه. بعضی مفسرها گفتن یک نمود مورچه میده هست که او را یعنی کمی در کم دیده میشه و اندازه همو هم اگر نیکی کردی خداوند برایت ثواب اجرت میده، فایدهش رو میبینی. یعنی اطاعت بندگی خدا، فایده کردن، خوشبخشیدن، خوشحال شدن، نجات یافتن، سعادتمند شدن. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر بدم باشه ضرر از زیانش میبینه، هم در دنیا هم در آخرت. اگر گناه به اندازه، ولی عزیزای خدا یک مثال میاره، میگه انسان تو فکر نکن که این گناهی میده. بعضی انسان‌ها میگه چه میگه؟ مکروه بوده است یا ترک سنت بوده است، گویا هیچ چیز در نظرش.
دوستای خدا یک مثال میارن، میگن کوههایی که میبینه چقدر کلانن، همینها از سنگچه ها عبارتن. او خودش یک سنگ کلان است که سنگی میده 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 جمع شده کوشیدگی. یعنی که برادر از گناه هم میده 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 جمع شدن گیره آخر کلان میشود. یک انسان در حیاتش یک بار زنا میکنه میگه آه این زناگار، اما یک انسان که دائم کار گناه دوام میکنه گناهی در نظرش نمینماید. همین گناهی کم که دوام کنه تبدیل به کلان میشه، میده میده جمع شدن که آخر کلان میشود. در هر یک گناه جناب پیغمبر گفتن یا سیاهی در بالای دلت پیدا میشود. گناه زیاد شدن گیری و سیاهی بالای دل تا محکم میشه. برادر عزیز دو دل دیگه حقیقت تأثیر نمینه، امر معروف نهی میکرد تأثیر نمینه. برای این برادر عزیز بزرگوار اگر کاری خوب عملی نیک ثواب اندک هم باشه فایده داره، اما کاری گناه و بد اندک هم باشه ضرر داره. با این خاطر ما شما حرکت کنیم که در کارهای نیک، کارهای ثواب، کارهای خوب حرکت داشته باشه و از کارهای گناه و بد خودمون نگه بدار. چون که کار ثواب فایده داشته است، کار گناه چی ضرر داشته است، هم در دنیا هم در آخرت. هر چیزی که امر خدا های فایده دنیوی هم داره برادر عزیز.